سلام به روی ماهتون. من سپایه ندارم، خیلی خودمونی اومدم فیس تو فیس با هم دیگه صحبتی داشته باشیم. فکر می‌کنم یه مدتی اینجوری منو ببینین، بعدن دیگه حالا سپایه‌مو به دست آوردم و دوستم گرفتم، براتون ویدیوهای خیلی بهتر و با کیفیت تری هم میذارم. بچه ها، کانسپت امشب حسادته. چرا؟ چون که همچین اتفاقی امروز برای من افتاد و روی صحبتم بیشتر با دخترای گله. حسادت دختر به دختر معمولا اگر توی چیزای جزئی و کوچولو باشه میشه گفت حاد نیست، حالا روال عادیه، ولی وقتی کلیه، یعنی یه اتفاق خیلی بزرگی و بهش حسادت میکنن، مثلا شوهر، پارتنر، چه میدونم یه وسیله نقلیه، یه همچین چیزی دیگه، یه همچین چیزایی که حالا خودتونم بهتر میدونین، خیلی قضیه حاد میشه. بعد اصلا طرف مقابلتون میفهمه که شما دارین حسادت میکنین و ناخودآگاه این انرژی منفیه رو به طرف مقابلتون میدین که اون هم ناراحت میشه، همین که خب ازتون دلخور بشه دیگه سعی میکنه حذفتون کنه دیگه و متوجه میشه که شما چه شخصیتی دارین. به نظر من زمانی که حسادت میاد سراغتون، سعی کنین که حتی اون چیزای کوچیکم شروع کنین، مثلا به کیف، به زیبایی دختر، چه میدونم به چشم و ابروی دختر، هر چیز دیگه، به استایلش، به هیکلش. سعی کنید اونو تو خودتون حل کنید که تو چیزای بزرگتر نخواد خودشون نشون بده. واقعا رو خودتون، یا خودمون، حتی من خودم هم میگم رو خودمون باید کار کنیم، چون که واقعا یه چیز خیلی آنورمال و مزخرفی از همون میسازه که مثل من که فهمیدم شخصیت همکارم چیه و از کجا اومده، چه جوریه. خب 100%، حالا با اینکه من تازه اون آدمو شناختم، ولی 100% ازش فاصله میگیرم، نه که من شخص خاصی باشم، به خاطر اینکه اون ذاتش اینجوریه. بوس به همتون.